گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. تعلیم نماز قسم هشتم. دو رکعت سنت نماز شام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دو رکعت سنت نماز شام از دو قیام، دو رکوع، 4 سجده و 1 قعده عبارت است. قیام این راست ایستادن بعد از تکبیر را گویند. رکوع این خم شده زانوها را با دستها قپیدن است و سجده باشد این پیشانی را به جای نماز ماندن است و قعده باشد نشستن است. اول شخص نیت می کند. نیت کردم بگذارم دو رکعت سنت نماز شام وقتی که بر من است روی آوردم به قبله. قبله من به جهت کعبه خالصا لله تعالی گفته دستهایش را برداشته انگشتانش را به نرمی گوش رسانیده تکبیر می گوید. الله اکبر. بعد از آن دست راستش را به بالای دست چپش در زیر ناف گذاشته ثنا می خواند. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بعد از آن اعوذ بالله و بسم الله را می خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سوره فاتحه را خوانده در آخرش آمین می گوید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد یک سوره را می خواند. این چنین می تواند از قرآن یک آیت دراز یا 3 آیت کوتاه را خواند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 بار تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعد از رکوع تسمیع گفته به قیام خسته تحمید را می گوید. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعد تکبیر گفته به سجده می رود. 2 بار سجده کرده تسبیح ها را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قیام رکعت دوم میخیزد و در رکعت دوم ثنا و اعوذ بالله را نمیخواند. دست راست را در بالای دست چپ در زیر ناف گذاشته بسم الله گفته سوره فاتحه و یک سوره دیگر را میخواند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 مرتبه تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. از رکوع تسمیع را گفته به قیام می خیزد و در قیام تحمید را می خواند. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تکبیر گفته به سجده می رود و 2 بار سجده کرده در هر یک سجده 3 بار تسبیح سجده را خوانده در بین 2 سجده به جلسه 6 کمی قرار می گیرد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قعده می نشیند و در قعده التحیات صلوات ها و بعد از آن دعا را خوانده به طرف راست و چپ سلام می دهد. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد آیت الکرسی را خوانده تسبیح ها را می گرداند. 33 مراتبه سبحان الله، 33 مراتبه الحمدلله و 33 مراتبه الله اکبر. بعد از آن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر را خوانده بعد از آن دعای نماز را می خواند. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. این را فراموش نکنیم که بهترین دعا آن دعایی است که مضمون آن را بفهمیم، چون که دعا کردن این طلب کردن از پروردگار است و وقتی که ما چیزی را طلب میکنیم باید بدانیم که ما چی را از خداوند طلب کرده ایستاده ایم. و این چنین در مذهب ما بعد از دعای نماز سوره را خوانده ثوابش را به ارواح گذشتگان بخشیدن یک عمل خوب است. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید. در کانال ما ابونه شوید، چون دستگیری شما سبب پیشروی ماست. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است.